پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 29 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов آغاز کرده شده است. نامبرده 12 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 15:40 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه به میان آمده با مرد 37 ساله ساکن ناحیه مذکور جنگ و جنجال نموده، با دست و پایش به سر رویش زده، جراحت‌های وزن جسمانی به سلامتیش رسانیده است. در نتیجه جبر دیده از جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. 15 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 2:00 راننده автомашин تمغه تویوتا کامری سفرزاده بیروز سال تولدش 2000 ساکن ناحیه یووان هنگام حرکت از سمت ناحیه یووان به سمت ناحیه رودکی در حدود ناحیه رودکی از حدود دوره واسطه نقلیاتش نبرآمده مقابل سمت حرکت را برآمده به автомашин تمغه اوپل استرا تحت اداره قیوموف مراد سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده автомашин تمغه تویوتا کامری سفرزاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. راننده автомашин تمغه اوپل استرا قیوموف هنگام به بیمارخانه دسترس کردن در راه به هلاکت رسیده است. 15 ایول سال 2023 ساعت 16:35 تراکتور تمغه MTZ 892 که با دو یدک پیوست تحت اداره خولماتوف نجیبولو سال تولدش 1991 ناحیه شرطوس قرار داشت. هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد کوچه گلستان دهه لوبیاکار ناحیه مذکور از عهده اداره کردن تراکتورش نبرآمده پیادهگرد نابالغ اشمیرزویف شهزاد اسکندرویچ را سال تولدش 2012 ساکن امین ناحیه که در کنار راه قرار داشت پخش نموده است. در نتیجه نابالغ اشمیرزویف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه‌های مذکور تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه جومی عریضه زن 45 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که شب 13 به 14 ایول سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد عاقلخانه منزل استقامتی شده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن امین ناحیه دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله با عریضه مرد 34 ساله ساکن ناحیه رودکی مراجعت نموده است که 26 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 17:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل автомашин شخصیش تمغه اوپل وکتر که در شهر دوشنبه به نظارت می ایستاد 6500 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 14 ساله ساکن شهر ایسار همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه‌های مذکور تحقیقات ادامه دارد.